اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در سال 1293 شمسی متولد گردیده. بعد از شهادت پدرشان اعلیحضرت محمد نادر شاه غازی در سال 1312 شمسی، زمانی که 19 سال بیشتر نداشت، دوره سلطنتشان به افغانستان از شهرت نیک برخوردار بوده و القاب پادشاه معارف پرور و پادشاه رعیت پرور را از جانب مردمشان کمایی نمودند. معارف کشور از لحاظ کیفیت در سطح بلندی قرار داشت و تمام اقشار جامعه به طور مساوی از حقوق معارف برخوردار بودند. در اوایل بهار سال 1343 قسمتی از عمارت جدید پوانتون کابل در حصه غربی شهر به پایه تکمیل رسید. عمارت جدید پوانتون که به کمک حکومت ازلای متحده امریکا ساخته شده، یک بنای عصری بوده و تمام امکانات عصری علمی در آن مهیا گردیده است. پوانتون کابل را از لحاظ زیبایی و وسایل علمی فعلا میتوان در شرق میانه یک پوانتون بی‌نظیر خواند. به تاریخ 2 ماه جوزای سال 1343 اعلیحضرت همایونی به غرض افتتاح پوانتون تشریف فرما گردیدند. دوره سلطنت پادشاه محبوب ما در تاریخ افغانستان دوره ترقیات و پیشرفت‌های درخشان مملکت است. در پوانزه انجینیری متخصصین پلسازی، خانه‌سازی و راهسازی تربیت می‌شوند. همین اکنون در اکثر پروژه‌های کشور فارغان این پوانزه مشغول کارند. استادان طبق احتیاجات مملکت در تربیت متخصصین زراعت می‌کوشند. این پروفسور امریکایی استاد خاکشناسی است که طرق تحقیقات را به شاگردان می‌آموزد. دوره سلطنت شاهی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به عنوان عصر طلایی در افغانستان محسوب می‌گردد. زیربناهای اقتصادی کشور در عصر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پایه‌گذاری گردیده است.
تأسیسات صنعتی من جمله فابریکات صنایع ثقیله و خفیفه از جانب دولت و متشبثین خصوصی رشد و توسعه یافته و با آن توجه جدی صورت می‌گرفت. شهریاری زاد د خوشربا تعلیمي کورسونه هم وکړل. دا کورسونه د هرات په پروژه کې د فني پرسنلو د روزولو لپاره تأسیس شوي او بیلو فني څانګو کې د لومړنیو ښوونځیو فارغان روزي.